این لحظه جهت اجرای شرط آخرین آزمون محفلی ظریفان یعنی شرط پنجم فرهنگ لباس پوشی دسته گلرز را روی صحنه میخونه. مرحبا در زیر حضوری اعضای حکمان جهت اجرای شرط پنجم آزمون محفل ظریفان فرهنگ لباس پوشی آرامد. پنج قربان شما زنده باشم. دوستان عزیز این لحظه هیئت دسته گلرز رو در زیر کفگیر شما روی صحنه میخونیم. از همه اشتراکچی ها خواهش کرده می شود که روی صحنه بیاید. دوستان عزیز این لحظه جهت ابراز خالهای به دست آورده دسته گلرز
رئیس یکمون استاد عثمان بلالی را روی صحنه میخونیم. مرحبا. از جمله من دو دختری که مدینه و خجسته رو سرودش رو خواندن، این رو در تقلید موندن در کار بود. در تقلید میموندن، عالی جنوب بود. هم سر و لباس، هم در صحنه ایستادن ها، هم ناز و کرشمه بسیار از هر دو با همون دو حافظه موافق بود. و ایراد ما بیشتر به همین تقلید است. بچه هایی که سر آواز گرفتن چند بار از جور برآمدن. خب بعد خاموش شد و بعد همون بچه هایی که برنده های برنامه لذت تلویزیون بودن باید می آمدن حداقل همون نفری که باید سر و لباس می پوشید و یک نفر برنده می شد. سر و لباس پسندگی می پوشید، یک کمی تکمیل دادن ممکن بود. برای همین با وجود همه این مثلا در فرهنگ لباس پوشی همون چکن دستدوز محلی خطرانی به چشم نرسید. بودن پا بود چکنی که رنگ خطی ساخته بود. به هر صورت ما برنامه‌ای که دیدیم تا امروز بهترین بود و بهای ما رو همه شما دیدید. من تشکر میکنم از ماموریت مکتب، از کارگردان این برنامه خوب بسیار هم زیبا. خب اولین بار ما دیدیم که در صحنه زیاده از 8 نفر رقص کردن، 12 نفر. این هم هنری بسیار خوب بود و آسان است 12 نفر را در این صحنه خود به رقص در آوردن و موفق شدن. خلاصه که من با این دسته از خیلی سال پیشتر یک برنامه شکرخند ولایتی بود، همین علی جان کارگردان اشتراکی بود در آن. ما از نام ناحیه امروزه کوچانیان باختر چند ناحیه را در بازی برده بودیم. برای همین من با امید و باوری این اراده را گفتم که این دسته زیبا این اراده را برای آینده ها اصلاح میکنم. هرچند که در صحنه اول همون نام و چیز زیادتی بود، لازم نیست. یک پیشگفتاره که خوب کردن در کار بعد به اصل مقصد گذاشتن لازم است. و 8 نفر و 10 نفر بسیار خوشرو سر و لباس حرکت ها همان است، ولی 2 نفر آواز خواندن. اگر سر آواز میگرفتن باز شاید فراتر میشد. در هر صورت به هر صورت هیئت یکمان به این دسته بسیار زیبا که نام گلریز دارد در فصل خزانریز از نام خالی بلند گرفته است تا امروز 95 سال. تشکر. زنده باشند دوستان عزیز. این بود هنر و مهارت اشتراکچیان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 شهر باختر، دسته گلریز که این لحظه منظوری شما گردید. با افتخارشان 7 کوبی های بردوام زنده باشند. تا شورابینی های دیگر خوش آمدند.
میدونم